شناسی رفتم و از شعراتون که دارم نگاه میکنم، از جمعیتی که میبینم، قیافه‌هاتون از 100% جمعیت سالون نشون میده که 140% زیر خط فقر هست. اگه درست میگم دست بزنید. وضعیت خیلی عجیبی، یعنی با این وضعیتی که میبینم شما با این خط فقر چجوری با این وضعیت تورم، اگر ما با همین فرم بریم جلو، با این گرونی دلار، خودرو، خونه، یورو، شمشیر زورو و هر چیزی همینجوری بریم جلو، انشاءالله تعالی خدا به طلب من سال دیگه قول میدم در شعر ابیطالب براتون یه کنسرت خندید تو عربستان گوریه. شعر ابیطالب برای ابیطالب خدا بیامرز سنگ شعرها ما میبندیم اینجا، بعد مسئولین میان با سبدهای حسیبی خرمای خوش نفعی 2 تا برمی میگم میخوریم، بعد میگن حسش رو طور کن، میگن چرا حسش رو طور کن، میگن حسش رو ما خودمون میزنیم. این لایه نازک رو حسش خرما هست که از موسیقی پیازمه. ببینید چقدر مسئولین ما رو فکر، و چقدر شما نمک نشناسید. من آمار دارم مسئولینی که در این کشور دارن جون میکنن که در شبان روز حتی به 3-4 ساعت هم خوابشون نمیرسه. همش در حال رفعت امور مملکتی در برای راه اندازی کار مملکت، و شما مردم خرد نشناس فقط دارین قور میزنید. قور سر زبون شما. این مسئول داره جون میکنه و الله پول، سرمایه، خونه، ماشین، سهام، کارخونه، خانواده، همه چیز کارمنداست. و این خدمت چیه؟ برای این مسئول باید دست کنیم.